سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم عالی باشین. امروز اومدیم با یه فیلم اونلیاد چپتر 3 به نوعی سمتر از چپتر 1 و حالا اومدیم ببینیم اصلا چیه. خب یه نفر بچه نگاه کنید، یه نفر تونسته تو 11 دقیقه اینو بره. پس یعنی خیلی سخت‌تر از اونجا چپتر 2. خب آره دیگه، من استوری تو با چی ساخت. همه تو سری ساختن مجازی واس تو همه تون. آها یا حضرت عباس قدرت شیشه. اوه داداش من این بر یا این بر 10 20 40 50 60 70 80 90 100 چه این رو باداری. خب از کجاش اینجاش میرفتی؟ حواسم نیست کجا حواسم. بریم بالا آسمان یا عباس. چه سمیه آجی، چه سمیه. خب ببینیم چه میتوان کرد اینجا. آها خب بریم بالا بابا برو دیگه. آها اوه اینترنت پینگ وای دفعه خواستیم این رو یا عباس. خب بریم خب همینجاش که فعلا داریم خوب پیش میریم، ببینیم چی میشه. تا اینجاش که فعلا اوکی. تو کامنت ها برام بنویسید با موس کیبورد سخت‌تره یا با دسته، چون واقعا نظر من با موس کیبورد خیلی سخته. مثلا اینم مثل اونجا چپتر 2 بری تو آب میفتی پایین، نگو نه اینجوری نیست، این یکم فرق میکنه. خب تا اینجاشو بدونه هیچ گونه مشکلی، البته بدونه مشکلات پینگ رو فعلا رد. بریم اینجا چون احتمال زیادی داره که ما الان توشی بخورم. خب از رخرم رد شد. بسم الله. مواظب باشین بیفتین دهنتون صاف، یعنی فشار در حد مرگ. تو بریم. خب دردونه
خب رسیدیم به قسمت آقای بستانی. اول پس آقای بستانی حالش چطوره؟ خوب هستن؟ حالشون آقا من روی بیفتم تضمین نمی کنم نیفتم. خدا وکیلی یه لحظه پینگ داشت ما رو بیچاره میکرد. خب بریم ببینم مراسم ما میکنم. تازه رسیدیم به قسمت سختش. این قسمت خیلی اومدم. همین قسمت دلقکار رو خیلی خوند. آقای سازنده چیز آخه با ما چه مشکلی داشتی؟ میخواستی ما رو فشار بدی؟ میخواستی با ما چیکار کنی داداش؟ ما هم فشار میخوریم زیاد. ها کجا بریم؟ معلومه اینجا بریم. ما همیشه راه آسان‌تر رو انتخاب میکنیم. راه آسان باعث میشه آدم راحت تر سیزن دو بچه ها کجاست؟ کجا خیلی به خب حالا بعد از اینجا بریم بالا بریم بالا. اول فاز درست بریم بالا. یه بالامون نشه. ما اونجا خیلی میترسم اینجا. همین یه ذره به زور میرم. بسیار تا بسیار عالی ولی بسیار تا بسیار هم سخت. عزیزان ما هنوز به سیزن 2 هم نرسیدیم. خیلی واقعا عجیبه. بله واقعا کاملا منطقی. آقایی که اینو ساختی واقعا هدفت چی بوده داداش؟ ما داریم اینجا زحمت میکشیم، چیکار میخواستی بکنی با ما مگه؟ همه دهن سرویس گوش واسه ما. آقا سیزن 2 چرا نیست؟ نکنه رسیدیم به سیزن 2 خودمون نمیدونیم. چه میدونم خودش مانست. فکر کنم اونجا یه نمبری چیزی باید باشه. نه نیست. خب یا بشه بالا شب افتاد. چرا ایده؟ ندیدم چه؟ آن به بعدی هم چطوری بود؟ چرا؟
اسمش. خب یا چیزی نیست نمیدونم تو برگوله از واقعا سیزن شما کجا برم سیزن دوی من ندیدم واقعا شما سیزن دو دیگه من بگه من سیزن دوی ندیدم نکنه تو چیم سخت داره قطعا سخت داره که شکی توش نیست ولی سیزن دو کجاست مشکلی من نمیدونم سیزن دو کجاست خدایی با موسکیبور دارم خیلی خوب میرم حق نگذاریم با موسکیبور عالی دارم میرم موسکیبور من کلا اصلا عادتش ندارم مثلا ما آن قدرتمند با قول یکی از دوستان همونی که داداشم بود منظورش با اون یافه نباشه ما رو اسکولی کردیم واقعا نرسیم زندون من واقعا گیجم نمیفهمم چرا ما هنوز نرسیم زندون آقا من هنوز نمیفهمم ما سیزن 2 باشیم و چرا نیستیم دقیقا نمیفهمم سیزن 2 باشیم چرا نیستیم بیرم غریبا بدش کنیم مهم نیست شب شده پر ستاره چشمه که بزن تو باره ماهی اوزه شاید سابسکرایب نشه نه اگه سابسکرایب میشه سابسکرایب یادت نره ها آها ببخشید یادم رفت با چه کار میکردم کلا لگ داره چرا اینجا یا خود وای کموته فشار بخورم در حد ملیزیا تو تیمارستانی این دل بیقرارم بدون تو سیر دیدن تو بریم آقای بستنی ما رو این دفعه نمیندازه دیگه واضحه نه آقای بستنی به ما رحم من فکر میکردم روی این برم میبازم کلا میافتم پایین نگو نه بابا هنو جوون هنو خیلی آرزو داری این دل بیقرارم دم تو اسیره روی دیدن تو یا اول فس ها بریم این دل بیقرارم آها یه پسرفت جزئی داشتیم الان مهم نیست من میترسم اگر بپرم خوش که نیپرسم شاید باید تا یه ویدیو دیگه